سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو مستر بیست به یه آدمکش پول داده تا بیاد شکارش کنه و با یه چاقوی پلاستیکی بزنتش، اما خیلی عجیبه و خیلی چالشای متفاوتی براش میذاره. بریم ببینیم. پشت سرم یه قاتل واقعی نشسته و اگه بتونه با این چاقوی پلاستیکی تا آخر روز منو بزنه $100,000 گیرش میاد. اینم از چاقوی پلاستیکی. حیف که دستم بسته است. داری چیکار میکنی؟ نمیتونم بازش کنم. سلام پسرا، براتون یه ماشین تو جنگل گذاشتم. این برگزیدترین ویدیویی که تا حالا به عمرتون دیدین. هم تانک داریم، هم شهر بازی، هم انفجار بانک و کلی چیز دیگه تا من بتونم از دست این آدم کش فرار کنم. این ویدیو رو از دست ندین. خسته نباشید، جیمی فرار کرد رفت که. چه جوری یه آدمکش واقعی پیدا کرده؟ من اینو نمیفهمم. یعنی چی؟ اسم جنبونی پسرم. خودم چاقو رو میکنم تو ماشین یه جایی تو جنگله، باید پیداش کنیم. بچه‌ها ماشین رو پیدا کردن. ببینم همون ماشین است که جیمی گفت. احتمالاً. بریم دیگه. ما همین الان رسیدیم به ایستگاه قطار. تو این انبار بزرگ کلی واگن قطار قدیمی است و خودشون هم بکشن نمیتونن منو پیدا کنن. نمیتونم پیداش کنم رضا. تو این کوره پشتی هم $100,000 پوله، هم یه ردیاب که بهشون دیگه من دقیقاً کجا. خب جیمی رو پیدا کردم. ظاهرا رفته توی انبار ته جاده قایم شده. سر نخی هم داری که دستمون رو بگیره؟ همون جاییه که همه قطارا میرن. آره. ببینم جیمی دقیقاً از کجا یه آدمکش واقعی پیدا کرده. خودم پیداش کردم. اون نیومد. آدمکش ما فکر کرده چون ماشین زیر پاشه دیگه دشواری نداره، اما باید حالیش کنم چند مرده حلادم. رئیس الان پشت تانک. آره، این تانکو از کجا آوردی؟ اونش مهم نیست. وقتی آدمکش و پسر اومدن داخل انبار، ماشینشون رو امرم شماست قربان. من برنامه قبلی جیمی رو دیدم که دنبالشون بودم. مطمئنم توی مسیر ما رو میپاد تا بعداً بریشمون بخنده، اما این بار دیگه فهمیدم. خیلی خوب پسرا رسیدیم. از همین طرف میریم سمت انبار و از دری که اینجاست وارد عمل میشیم. کارش خیلی درست. آدمکش و ویدیوهای مستر بیست رو میبینن. یه دوربین اونجاست اونهاش. باید پشت اون واگن رو بگردیم. بله خب بریم. پشما. خب رئیس همشون اومدن داخل، دست به کار شو بزن. اطاعت میشه. گروهان آماده، شروع عملیات. ماشین الله کن! رئیس عملیات چطور پیش میره پسر؟ زهر مارین چرا همون اول ندیدیمش؟ داره مخفیه. لو رفتیم، باید بریم بجام. حتما یه جا همینجاست. ماشین فرارمون درست همینجا. زود باش، وقت نداریم پسر. لباسون شوخی نداره بسید. آتیش کن بریم بجام. عجله بجام کن. بجام. یا حضرت عباس گازشو بگیر، یا تمام مقدسات فقط گازشو بگیر. برو، حرکت رو داشتین. در رفتن، بریم سراغ ماشین. به جامید بچه‌ها بریم. گندش بزنن. گرفتن ما رو؟ چی؟ با تانک از رو ماشینمون رد من شدن. با تانک از رو ماشینتون رد شدم. جیمی بگو. ماشینمون رسما به چخ رفته، چیکار کنین؟ میدونم قربونت، میتونین تا نقطه بعدی یا ماشین بگیرین یا یه ماشین جدید بخرین، خودتون میدونین. این یکی ما رو میبره؟ سلام. درست پشت سرشین. میگیریمش. خیلی خواب، اونا تو بزرگراه شرقی هن. اینجور که اون داره میره به گرد پاشم نمیرسیم. الان کجاییم؟ خیلی ازش دوریم. الان تو هتلی هستیم که همه اتاقاشو رزرو کردیم. خب اینم از کارت اتاقمون. میذارمشون برای آدم کشه چون به دردم نمیخوره. در عین حال که توی طبقه 20 منتظر آدم کشیم با حدوداً 100 تا دوربین وجب به وجب هتل رو زیر نظر داریم. ردیابش اینجا متوقف شده. ساختمون بزرگیه، حداقل 1000 تا اتاق داره، ولی نباید بذاریم در بره. خب رفقا، ردیاب نشون میده جیمی داخل ساختمونه. اینجا چه خبره؟ کارت اتاق اینجاست. طبقه دهم. الو، هیچکی اون تو نیست؟ خیلی هم پلش نیستی. از اونجایی که به من بیسیم زدی یعنی بیسیم دستت و همتون توی هتلین و مثلا من روحم هم خبر نداره. آره زر میزنی. من کل برداشت یه سری حرفای مستر بیست بود که زر میزنه. توی یکی از 200 اتاق این هتل مخفی شدم و برای اینکه حوصلتون سر نره کلی غافلگیری براتون تدارک دیدم. موفق باشید. میدونستم. فقط بخوام هر چه زودتر گیرش بیارم و کارو یه سری کنم. دارم میام. برو همینه. این دیگه چه صداییه؟ بچه‌ها پارتیه؟ نه اینجا هم نیست. اینجا هم نیست. بریم. نه بابا، چه زود رسیدم طبقه دهم. آقای آدم کش، برای دوربین دست تکون بده. الان حالتو میگیریم جیمی. باشه، ولی هنوز کلی دوربین دیگه هم هست. جیمی دارم میگم تو جیمی. دعوا نکنین لختیا.
مگه میشه؟ جیمی طبقه 18. طبقه چندم جیگر؟ 18 ها؟ عجب. یه لحظه صبر کنین، گمونم وقتشه که آماده بشم. آقای آدمکش بیا معامله کنیم. وقتت داره از دست میره و جفتمونم میدونیم که بدون راهنمایی نمیتونی پیدام کنی. بهت میگم دقیقاً توی کدوم اتاق این هتل مخفی شدم، به شرطی که چندر و کارلو ببندی و توی اتاق 1802 زندانی کنی. باشه، کت بسته تحویلشون. تا کارو تمام نکردی از جلوی چشم گم شو. خدا کنه نترکیده باشه چون باش کار دارم. از نفس افتادم. توف این زندگی. صدامو داری؟ چی میخوای جیمی؟ گلم با خصوصیات شخصی ندارم اگه داشتی چی کار میکردی؟ خیلی خوب دیگه وقتشه. حتی حال ندارم مقاومت کنم. ما که کار خاصی نکردیم. نذاری مثل در بره. دخلشو بیا. حیف که هیچ کدوم نمیدونن من 2 طبقه بالاتر توی این اتاق وایسادم. شرمنده اگه دردتون اومد. خیلی خوب جیمی. رفیقات دیگه راه فرار نذارن. آقای آدمکش اینم از راهنما. من تو طبقه 20م. برو جون بچه. حالا که میدونه من کجا مجبورم موقع فرار تبلیغ کنم. توربو تاکس یه درجه 1 برای بازپرداخته مالیاتی شماست. غذا میخوری، تبلیغ میکنی، آدم کشه اگه بگیرتت واقعا میکشتت احساس میکنم. هر سال به طور میانگین $3000 از مالیات توی جیب مردم رفت. پول خیلی زیادیه. میشه یه دقیقه وقت بدی تا این تبلیغو تموم کنم؟ جوابم هم نمیده. خب دیگه باید فلنگو ببندم. توربو تاکس توی هر موقعیتی مالیاتتون رو پرداخت میکنه، حتی اگه یه آدم کش دنبالتون باشه. هر سال با کمک توربو تاکس 113 میلیارد دلار از مالیات مردم برگشت به حسابش. یا خدا، صدای هشدار اومده بالا. بجام با توربو تاکس مالیاتتون رو به اندازه پرداخت کنید. شاید براتون سوال پیش بیاد که وقتی آسانسور هست چرا آدمکش تمام طبقاتو از راه بله میاد بالا. خب چون جلوشو دیوار کشیده بودم. آخ انقدر طبیعیه که مولا درزش نمیره. لازم نیست برای پرداخت مالیات 18 آوریل صبر کنین. لینک داخل کپشن رو بزنین و با توربو تاکس باز پرداخت مالیاتاتون رو بگیرید. تبلیغ کردن وسط فرار خیلی نفس گیره. آقای آدمکش جیمی یه لحظه اینو گوش بده عزیزم. صدای دریه که دارم ازش فرار میکنم. خداحافظ خنگو. معلوم نیست دوباره با چه ترفندی در رفته. این دفعه میخوام به جای پراید با لامبورگینی فرار کنم. طارق چطوری پسر؟ خب چی شد؟ آدمکش داره از طبقه 20 میاد سراغم که کارو تموم کنه. خب بزن به چاک. ولی راننده تویی. خیلی خوب باشه ولی هنوز بلد نیستم باش خوب اصلا بدونم. نمیدونم چطوری باید با سرعت برم دنبالش. کاش پسرا بودن و کمکم میکردن. اولین باری که پشت لامبورگینی میشی میاره. باشه حالا آروم. با راننده قبلی میرم سراغش. الان سوار هلیکوپتر میشیم که بریم سمت بانک. بعدم قراره بانکو بتریم. تو نقطه بعدی میبینم تو. صبر کن خودشه. انقدر عجیبه که من دیگه مغزم هنگ رد. بانکو میخواد بتره کنه. تازه رفته به جنبی. اون گاز لامصب و فشار بده. رادیومش خیلی سریع حرکت میکنه. باورم نمیشه سوار هلیکوپتر شده. با هلیکوپتر از آدمکش افتادم و حالا فقط 2 ساعت وقت داره که $100,000 مال خودش رو. بانک اینجاست؟ الکی مثلا. چه عجیب. ببینم آدمکش میتونه توی گاف صندوق فولادی این بانک منو با چاقوش بزنه یا نه. رادیوش متوقف شد. خوشبختانه جای دوری نرفته. حالا وقت دارم که تا قبل از نیمه شب با چاقو بزنمش و پولمو بگیرم. الان کجایی گلم؟ خب دیگه رسیدیم. من توی گاف صندوق بانکم ولی بعید میدونم بتونی بیای داخل. موفق باشی. تو گاف صندوقه گیرش میارم. چه بانک بیدر و بگری؟ و لگد در رو باز کرد. گمونم واقعا عقلشون از دست داده. میخواد واقعا بکشتت. خیلی جدیه. وای خدا. تا اونجای جیمی؟ قیافشو نگاه کن. بدجوری زایه شد. نقشمون گرفت. آره خوبم گرفت. آقای آدمکش این بانک 2 تا گاف صندوق داشت. برای توی گاف صندوق اشتباه آره خب وایسادی. گول خوردم. فکر کردم همین یه دونه است. بالای اون گاف صندوق یه گاف صندوق دیگه هم هست. اشتباهت این بود که فکر کردی کار تمومه. الانم با نولان توش گیر افتادی. ببینم این یه پتیه. این یه گاف صندوق فولادی رو ضد سرقت حال خودتون کار کن. فکر اینجاشو نکرده بودم. بعد جوری گند زدم اگه. دقیقاً. کریس جون اون قلابو می‌بینی؟ این زنجیر رو بهش وصل کن. منم اون طرفش وصل یکم دیگه می‌کنم. صبر کنید از اونجا میاریمتون بیرون. نگران نباشین. فقط ممکنه یکم تکون بخوره باشه. یکم دقیقاً یعنی یعنی چقدر؟ خودتو سفت بچسب.
اون پشت خبرایی دارن یه کارایی میکنن. میدونی همین الان من چالشو بردم. بین اون گاف صندوق بزرگ و خیابون فقط یه دیوار آجری نازکه. یعنی میتونم گاف صندوق بانکو بزنم؟ آره دقیقاً. بزن بریم. آره. اینجا چرا اینقدر تکون میخوره؟ اینو داشته باش. خدا در جا اومد بیرون. اوه چه خبرتونه؟ لااقل به من کی میتونستین بگی؟ جواب داد، باورم نمیشه. خیلی خوب، اگه خواستین مایک بزنین مثل ما خلاقیت به خرج بدین. ببینم نولان آدم کش هنوز تو رو نکشته؟ الان دارم باهات صحبت میکنم جیمی، پس یعنی زندم. حیف شد. 16 کیلومتر با همین گاف صندوق دنبالمون میای. ببینم احتمالاً که نمیخوایم ما رو وسط بزرگ را ول کنیم. حالا فقط یه ساعت وقت داری این $100,000 رو بگیری. سریعتر کارتو راه میندازم. خیلی خوب، ببرشون بالا. تو هم حس کردی گاف صندوقو بلند کردن؟ او راستی داشت یادم میرم. چرا بانکو ترکوندی؟ اصلا به چه دلیلی؟ یعنی چی؟ الان همه چی طبق نقشه پیش رفته. ماشین رو له کردم، توی هتل گولش زدم، با لامبورگینی فرار کردم، سوار هلیکوپتر شدم و با نولان توی گاف صندوق گیرش انداختم. کمتر از 40 دقیقه به انتهای چالش باقی مونده و باید زودتر بریم با آخرین نقطه، چون به نظرم با حذف کردنشون توی گاف صندوق دارم تقلب میکنم. برای لوکیشن آخری شهر بازی ساختیم، اما این دکور و وسایل گرون قیمت فقط برای پرت کردن حواس آدم کشه. تا صحنه سازی کنم و ببینم بازم منو میکشه یا نه. میخوام بهش یه فرصت دیگه بدم و باهاش چشم تو چشم بشم. بالاخره کامیون به گاف صندوق رسید. میخوام برم بالای نردبون و الکی خودمو بندازم پایین. فهمیدم. من هیچ وقت از این کارو نکرده بودم. فیلم برداری متوقف شد و تیم تولیدم رفتن. الان فقط چند تا دوربین مخفی با فاصله زیاد صحنه رو ضبط میکنن. 20 دقیقه تا پایان چالش مونده. ببینم آدم کش این وضعیت منو میزنه یا نه. برو بیارشون طارق. بچه‌ها آماده باشین. بچه جیمی به چخ رفته. واقعا؟ آره اوضاعش خیلی بده. نه درد داره، خیلی درد میکنه. از بالای نردبون افتاد پایین و پاش شکست. این همه آدم جمع شدن واسه شکستگی؟ بله دیگه. من که تو کسم نمیام. یعنی اینقدر زایه بود؟ بالاخره انجامش دادم. فکر کردی گول همچین چیزایی رو میخورم؟ بعد شد که باید جدی پامو میشکستم. تقریبا مطمئن بودم این پیش خودم میمونه. بیا $100,000 تو بگیر. این پول برای من و خانوادم خیلی مهمه. ازتون ممنون. منم خوشحالم که بهم چاقو زدی. خیلی جمله عجیبیه. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردی. سابسکرایب کنید وگرنه دخلتون میاد. جیمی ما هنوز اینجاییم. خیلی تهش عجیب تموم شد. چقدر قاتله دلرحم بود، برای خانواده‌اش پول می‌خواست. مگه آدم کش نیستی؟ خیلی ویدیو عجیبی بود بچه‌ها. نظرتون رو کامنت کنید، میخونیم. مرسی. خداحافظ.